دیر از خواب بیدار شدی و هنوز هیچ کاری نکردی؟ این روتین رو حتما انجام بده. 1. موبایل ممنوع. تا 1 ساعت بعد از اینکه از خواب بیدار میشی سراغ موبایلت نرو و هیچ پیامی رو چک نکن و روزت رو با درگیری‌های ذهنی شروع نکن. 2. حتما آب بخور. بهترین کاری که میتونی وقتی بیدار شدی انجام بدی اینه که روزت رو با 2 لیوان آب ولرم شروع کنی. 3. تخلیه ذهنی کن. تمام کارهایی که میخوای انجام بدی و تمام چیزهایی که ذهنت رو درگیر کرده رو روی کاغذ بنویس. و 4. اولویت بندی کن. شاید بیش از 3 دقیقه وقتت رو نگیره اما خیلی به روزت نظم میده. 5. اهدافت رو مرور کن و به این فکر کن که ته همه این کارها قراره به چی برسی. و 6. اقدام. شروع کن کم کم تمام فعالیت هایی که براشون برنامه ریزی کرده بودی رو انجام بده و سعی کن از مهمترین کار روزت شروع کنی.